توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری تانل بک‌هال بزنید و به طوری اون رو کانفیگ کنید که سرور ایرانتون به این راحتی اکسس نشه. پس برای یادگیری این موضوع تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب ببینید، برای اینکه بتونیم تانل بزنیم ما یه سرور خارج نیاز داریم و یه سرور ایران. که سرور خارج رو من از سایت دوپراکس تهیه کردم، یه سرور خارج آی پی آلمان اوبونتو 24 تهیه کردم که پرووایدرش پرو وی ام هست، شما میتونید از اینجا تهیه کنید. سرور ایرانم رو هم از سایت منیجی تهیه کردم که شما هم میتونید از این سایت تهیه کنید اگه خواستید یا هر سایت دیگه. فقط برای اینکه مطمئن بشید میشه ازش استفاده کرد، آی پیشو کپی کنید و توی ترمینال با دستور پینگ ازش پینگ بگیرید و اگه ریپلی شد به این صورت یعنی میتونیم ازش استفاده کنیم و به همین صورت از آی پی سرور خارج هم پینگ بگیرید. بعد جفت آی پی ها بهتون پینگ بدن به این صورت و پکت لاس نداشته باشن و اگه جفتشون به این شکل بودن و آی پیشون مشکلی نداشت میتونید ادامه ویدیو رو پیش برید. خب ببینید، توی قدم اول نیازه که روی سرور مجازی آی پی خارجمون یه پنل وی پی نصب کنیم که من میخوام پنل صنایع رو روش نصب کنم. لینک گیت هابش رو میذارم، کافیه که دستور اول رو بردارید که کویک استارت هستش، این دستور هستش. با این دستور میتونید پنل صنایع رو نصب کنید. حالا من آی پی سرور خارج رو برمیدارم، بهش SSH میزنم با دستور SSH root @ و آی پی سرور و اینتر. اینجا فینگرپرینت ازم میخواد که من یس رو میزنم و اینتر. پسورد رو میخواد، اینجا کپی پسورد رو میزنم، توی ترمینال با کلیک راست یا کنترل شیفت سی پیست میشه و اینتر رو میزنم. کافیه که اول دستور اپت آپدیت رو بزنید و بعد توی پروژه این دستور نصب سریع رو بردارید، اینجا پیست کنید و اینتر رو بزنید. خب توی قسمت دیتابیس سلکشن عدد 1 رو وارد کنید و اینتر. اینجا هم وای رو بزنید که پورت پنلمون رو خودمون انتخاب کنیم، میذارم 2053 باشه و اینتر. اینجا هم گزینه 1 رو میزنم که از دامین استفاده کنیم برای پنلمون، عدد 1 رو میزنم و اینتر. خب اینجا دامین نیم رو ازم میخواد که من وارد سایت دوپراکس میشم، به پی سرور مجازیم رو کپی میکنم، وارد کلود فلر میشم، توی قسمت دامین ها میام. من اینجا یه دامین ثبت شده دارم، استاتوسش اکتیوه همونطور که میبینید. اگه نحوه اضافه کردن دامین به کلود فلر رو بلد نیستید، من توی ویدیو قبلی آموزش دادم. کافیه که یه دامین داتایار تهیه کنید و اینجا اضافهش کنید، کار سختی نداره. کافیه که اد دامین رو بزنید و اضافهش کنید که توی یوتیوب آموزشاش هستش. بعد از اینکه اضافه کردید و اینجا اکتیو شد، روی دامین کلیک کنید. اینجا توی قسمت DNS کلیک کنید، قسمت رکوردز بیایید، این پایین اد رکورد رو بزنید و توی قسمت IPv4 ادرس آی پی سرور مجازیتون رو کپی کنید. توی قسمت نیم یس براش انتخاب کنید. برای مثال من میزنم BK و تیک پروکسی استاتوس رو خاموش کنید. اینجا این ساب دامین رو کامل کپی کنید، سیو رو بزنید، وارد ترمینال بشید مجدد و اینجا دامین رو با کلیک راست پیست کنید. اینتر رو میزنم. اینجا پورت رو میخواد که دیفالت 80 بمونه، من اینتر رو میزنم. و اینا مراحل نصب پنل صنایع. اگه شما اینو انجام دادید میتونید ویدیو رو جلو بزنید و فقط مراحل تانل بک‌هال رو ببینید. اینجا ان رو میزنم و اینتر. و اینجا گفته که میخواید از این سرتیفیکیت برای پنلتون استفاده بشه یا نه، که میزنم یس و بله، اینتر رو میزنم. خب اینجا پنلمون ساخته شد، همونطور که می‌دیدین اطلاعاتشه. توی قسمت اکسس URL من این URL رو کپی میکنم با کنترل شیفت سی، یه تب جدید باز میکنم، اینجا پیستش میکنم و اینتر میزنم. یوزرنیم و پسوردش هم کپی میکنم، همونطور که می‌بینید پنل باز شده، پیست میکنم اینجا و لوگین رو میزنم. خب همونطور که می‌بینید پنلمون ساخته شده. من اینجا یه این باند میسازم با پورت مثلا 6565 این باند میسازم. بعد تنظیماتش رو فعلا کاری ندارم، کرییت رو میزنم. خب اینجا من مجدد وارد ترمینال میشم، یه تب جدید باز میکنم، میام توی سایت منیجید آی پی سرورم رو کپی میکنم. اینجا با دستور SSH root به این هم SSH میزنم که شما میتونید از برنامه‌های نظیر پاتی، بیت وایس و غیره استفاده کنید که من با ترمینال راحت ترم حقیقتا. اینجا پسورد رو کپی میکنم، پیستش میکنم و اینتر رو میزنم. خب ببینید، کار اولی که باید انجام بدیم اینه که یه سری دستورات رو توی سرور خارجمون و سرور ایرانمون پیست کنیم که من این دستورات رو توی فایل تکست براتون قرار دادم. لینک فایل تکست رو براتون توی دیسکریپشن میذارم، میتونید دانلود کنید و همچنین لینک پروژه بک‌هال رو هم براتون میذارم، چون اینجا باید یه سری دستورات برداریم و استفاده کنیم. خب ببینید، من الان وارد سرور خارجم میشم. اول این دستورات رو شما تا به اینجا کپی کنید و توی سرور خارج پیست کنید. اینتر رو میزنم. خب این دستورات رو من توی سرور خارج و ایرانم ارسال کردم، همونطور که می‌بینید اینجا هم کنترل ال میزنم تا ترمینال خالی بشه. خب حالا کاری که باید بکنیم اینه که فایل config.yml رو ویراژ کنیم که این دستور رو من کپی میکنم، توی سرور خارج پیست میکنم و اینتر رو میزنم و به همین شکل توی سرور ایران هم پیست میکنم و اینتر رو میزنم.
خب همونطور که می‌بینید سرور خارج خالی هستش ولی سرور ایران خالی نیست. دلیلش اینه که من خودم اومدم توی پروژه گیت هاب و توی این قسمت من این کد رو کپی کردم توی قسمت سرور و توی سرور ایران هم پیست کردم و یه سری تغییرات کوچیک دادم. مثلا توی قسمت توکن که اینجا خالی هستش من یه توکن این رو وارد کردم و توی قسمت اسنیفر من روی ترو گذاشتم اینو، شما همین رو از فالس تغییر بدید به ترو. و توی قسمت پورت هم من دو تا پورت قرار دادم 2083 و 5454 که شما میتونید رو با کامو جدا کنید. من یک کامو میزنم، اینتر میزنم، دابل کوتیشن، دوباره دو تا باز میکنم، دابل کوتیشن. توی پنلمون اگه یادتون باشه ما یه پورت 65 گذاشته بودیم، من این رو اینجا مینویسم. خب کارمون با سرور ایرانمون تمومه. فعلا وارد سرور خارج میشم. اینجا توی این قسمت کلاینت رو من کپی میکنم. ببینید یه توضیحی بدم، کلاینت برای سرور خارج هستش و سرور برای سرور ایران. من این کلاینت رو کپی میکنم، توی سرور ایران پیست میکنم و یه سری تغییرات باید اینجا بدیم. توی قسمت ریموت ادرس باید جای این 4 تا 0 آی پی سرور ایرانمون رو قرار بدیم. آی پی سرور ایرانم رو کپی میکنم، اینجا با کلیک راست پیستش میکنم و به این صورت. توی قسمت توکن هم باید توکنی که توی سرور ایران قرار دادیم رو قرار بدیم. من این رو کپی میکنم با کنترل شیفت سی. اینجا این جمله یور توکن رو من پاک میکنم و توکن واقعیم رو قرار میدم. میام پایینتر اسنیفر رو هم روی ترو قرار میدم و کارمون اینجا با سرورمون تموم شده. من کنترل او رو میزنم، اینتر و کنترل ایکس ذخیره شد. توی سرور ایران هم به همین شکل کنترل او اینتر الان ذخیره شد و کنترل ایکس برای خارج شدن. مجدد وارد فایل تکست میشم. اینجا این دستور رو من برمیدارم، توی سرور ایران پیست میکنم و اینتر رو میزنم. خب ببینید من اینجا این نکته رو فراموش کردم. اینجا توی سرور ایران هر پورتی رو که قرار میدید باید برای اون پورت توی سرور خارج این باند ساخته باشید که اینجا ما دو تا پورت دیگه هم داریم 2083 و 5454. من دو تا این باند دیگه هم میسازم با این پورت و پورت 5454 و اینجا کرییت رو میزنم. حالا این سه تا این باند رو داریم با این سه تا پورت. اینجا کنترل او رو میزنم اینتر و کنترل ایکس و توی سرور خارج هم کنترل او رو میزنم اینتر و کنترل ایکس. خب حالا باید این دستور روت بک‌هال و کانفیگ تو ام رو کپی کنید، توی سرور خارج پیست کنید اینتر و توی سرور ایران هم پیست کنید و اینتر رو بزنید. خب همونطور که می‌بینید اینجا بهمون پیغام موفقیت رو نشون داده. توی سرور خارج هم اینجا نوشته که استابلیش با موفقیت استابلیش شده که الان میتونیم ازش استفاده کنیم. خب وارد پنل صنایع میشم. الان کافیه که یه کلاینت بسازیم. با این سه تا پورت من یه کلاینت میسازم. برای مثال میزنم تست، اینجا کرییت رو میزنم. خب اینجا لینک یکیشون رو برمیدارم، وارد ویتور ان میشم، اینجا پیستش میکنم. خب اینجا ازش پینگ میگیرم، قطعا پینگ میده، ولی نکته که هستش اینه که الان ما اینو تانل نزدیم و داره مستقیم از آی پی سرور خارجمون استفاده میکنه. برای اینکه اینم تانل بشه من وارد قسمت هاست میشم، اینجا اد هاست رو میزنم و اینجا این باند ها انتخاب میکنم. توی قسمت ادرس ما باید آدرس آی پی ایرانمون رو قرار بدیم. آی پی سرور ایرانم رو کپی میکنم، توی این قسمت پیستش میکنم و اینجا سیو رو میزنم. البته قبلش یه اسم براش بزنید. سیو رو میزنم. خب حالا وارد قسمت کلنتو میشم. این رو من یکی از این کانفیگا رو کپی میکنم، وارد ویتور ان میشم، پیست میکنم و الان ازش پینگ میگیرم. خب همونطور که میدید پینگ میده. ولی نکته که هستش اگه ما یکی از این ترمینالامون رو متوقف کنیم این دیگه پینگ نمیده. حالا اگه پینگ بگیریم همونطور که میدید دیگه پینگ نمیده. خب این به این صورته که ما کارمون رو با موفقیت انجام دادیم و تانلمون به درستی انجام شده. حالا کاری که باید بکنیم اینه که یه سرویس بسازیم که این دائم در حال اجرا باشه و تانلمون همیشه فعال بشه. اینجا من این دستور رو برمی‌دارم توی فایل تکست، توی ترمینال سرور ایران پیست میکنم و توی ترمینال سرور خارج هم این رو پیست میکنم و بعدش این کد رو من برمی‌دارم توی سرور خارج پیست میکنم و همچنین توی سرور ایران هم اینو پیست میکنم که من از قبل اینو پیست کردم. حالا کافیه که دستور کنترل او رو بزنید اینتر و کنترل ایکس، توی سرور خارج هم به این شکل کنترل او اینتر و کنترل ایکس و بیاید پایین این سه تا دستور رو بردارید توی دو تا سرور پیست کنید. و حالا من مجدد میام ازش پینگ میگیرم. حالا بعد پینگ بده و بله با موفقیت ما تونستیم تانلمون رو انجام بدیم و الان پینگ بده. حالا اگه شما خواستید میتونید آی پی سرورتون رو پشت یه سی دی ام بندازید، فقط تیک پروکسیش خاموش بشه و توی قسمت هاست به جای آی پی میتونید مثلا اون ساب دومین رو اضافه کنید. فقط حواستون باشه که تیک پروکسی غیر فعال بشه. و حالا این باندتون رو هم شما باید تنظیماتش رو به درستی انجام بدید، پروتکلش رو بذارید. اینجا توی قسمت سکیوریتی TLS فعال کنید، SNI رو آدرس پنل رو بذارید و اینجا سرت رو براش بگیرید، اینم به همین شکل و توی قسمت اسنیفینگ هم اینا رو فعال کنید به غیر از فیک DNS. خب این 2083 بود پورتش، بذارید چک کنیم ببینیم به درستی کار میکنه یا نه.
و همونطور که میدید این کار میده، TLS هم داره و این سیفتر و امن‌تر هم هستش. و نکته ای که هستش اینه که اسکریپت بک‌هال که بیاد اینجا انواع پروتکل‌ها رو داره. برای مثال ما TCP رو امتحان کردیم، اینجا TCP MAX هستش، UDP رو داره، WebSocket رو داره، اینجا VSS رو داره، اینجا WebSocket MAX رو داره و کلی پروتکل‌های مختلف رو داره که شما میتونید اینا رو امتحان کنید و هر کدوم که سرعتش بهتر بود یا امن‌تر بود رو استفاده کنید. حالا به انتخاب خودتون، اینو میتونید از هوش مصنوعی هم بپرسید. و خلاصه من کلیت تانل بک‌هال رو بهتون یاد دادم. امیدوارم مشکلی نداشته باشید تا به اینجای کار. اگه خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره و اگه سوالی داشتید توی کانال تلگرام ازمون بپرسید. یادتون نره ساب کنید و یادتون نره که توی کانال تلگراممون عضو بشید و تا ویدیو بعدی موردی نمیمونه. فعلا خدا نگهدار.